این گوسفند من کجا شده باشد؟ دیروز همراه رمه بود. کجا شدی حیوان؟ سلام علیکم. علیکم السلام. سازه که خوبه؟ شکر. اکا گوسفند سیاه مناگم کرده ما دیروزه. نده باشین یکم جدا. نه ندام. من سکه خوب. این ها گوسفندم کو؟ چه؟ سلام علیکم. علیکم سلام. هزار آمد اکا. من همین گوسفند ای دیروزه کفتستم. خیلی افتش هزار آمد اکا. بچه چه خیلی گوسفندی تا نه وای سهرو آوردمش بگی دست ها. برادر گوسفندی ما ای دیروزه میره گم کردگیم. بچه اتنس بگی دست سر. بچه همین گوسفندی ما کجا میبرش؟ من دو روز بگی دست گفتستم ای ما. همین گوسفندی خدمه. چی گپای؟ چی جان جول دورینش مو؟ چی گپای؟ میشه ما فهمونش مو. چی اکا گپای؟ همین گوسفندی ما. همین اکا صاحب شده استشا. بچه گوسفندی ما چه خیلی تا بگی دست ها. یک مینوت بسین صبر کنین. یک مینوت. شما آروم یک مینوت بسین. گوسفندی تا؟ او گوسفندی ما سر ته. گوسفندی ما. یک مینوت. اینا دکتر خودش اومده است. یک آدمی دانا عاقل با سواد اومده است. دکتر بخشش یک لحظه وقت شما میگیریم. سلام علیکم بچه‌ها. و علیکم السلام. اینجا چی گفته؟ این اینجا نمی گوسفند این برادر میگه که ایمای این برادر میگه که ایمای ما اینجا هیچ نفهمیده سم گفتم یک آدم باخ شما چی میگین اینجا این مسئله جدیه. این کاری نتیه نما نو. این کاری خوبترش پیش خوزی میریم. چی حکم کنه همون میشه. شما روزین بچو بیا میره. بیا میره میریم بچه‌ها. بچه‌ها یک مینوت بستین یک لحظه بستین. سلام علیکم. و علیکم سلام. مرحمت. محترم خوزی یه مسئله جدی قطعی اومدیم نزدتون. مرحمت خونه دروید مصلحت میکنیم. بیاین بچه‌ها بیاین. محمد باید شدی را بیاین. کنی بچه هم گپ زنه چی مشکلی دارید؟ محترم قضیه این دو برادر دعوا دارن مشکلی ما همیه کی میگه یک تاش میگه که گوسفند ایمای دیگرش میگه که ایمای ما قطعی دکتر بختیار خواستیم که همین مسئله را شما قضاوت کنین پیش شما اومدیم چی مصلحت میتین شما کنی بچه ها گپ زنه صاحب اصلی گوسفند کیست؟ محترم قاضی صاحب اصلی گوسفند مایم. محترم قاضی دروغ میگه ای ما. چی دروغ میگی؟ ای الله شرم دار صاحب گوسفند مایم. ای ما. در پیش قاضی دروغ گفتی تو. برای تو دروغ گفتی. ای گوسفندی ما اکا. ای ما. بچه‌ها بس نکنین یک لحظه بسین محترم قاضی است دیگه او دروغ گفته است. یک لحظه محترم قاضی خودش میبینه مسئله را حل میکنه کنی بچه هم اثبات کنه که خیلی همین گوسفند از شماست. محترم قاضی این گوسفند مرا دو جای جگرش سراخه. بچه جان گوسفند رو کشید تفتیش کنید. خوب شده است محترم خوزی. بچه جان از کجا دانسته که جگر گوسفند شما دو جا سوراخ است؟
ای گوسفنده 2 فرزندش مردگی